مقامات پلیس شهر دوشنبه گلبهار عمرova دختری خزینه‌دار سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خال محمد عمرov را مجبوراً به اداره اشان برده مدت 5 ساعت بازپرسی کردند. پلیس گلبهار عمرova را درباره والدانش که در آلمان پناهنده اند پرسیده است. گلبهار عمرova 27 سال داشته، صاحب 4 فرزند می باشد. خال محمد عمرov 80 ساله همراه با همسرش پناهندگی آلمان را دریافت کرده است و در این کشور به سر میبرد. او به پیام گفت که دخترش سخت زیر تاثیر فشار پلیس قرار گرفته است و از افشای جزئیات بازپرسی خودداری میکند. اما به گفته او قبلا مقامات به گلبهار عمرova تهدید کرده بودند که در صورت برنگشتن والدانش خود او را به جوابگری خواهند کشید. از وقتی که ما 2016 به همه آلمان آمدگیم، همه که هر ماه آمده او را مقصد که پرسپوس میکرده بودستند. چند سال پاسپورت گرفته مقصد که دیگه ندادنش همه تا حالی را این همه دین روزی بازار ده مقصد که با آمدیان گرفتیان بردیانش یک 5 ساعت گویا که در داشتگاه پرسپوس کردیان. خیلی فقط همه پرسیدیان که مقصد انا پدر مادر دادمای پیر مقصد چی کار میکنن بگوشون بیاین فلان کسان یا که نمره تلفنشون بده ما زنگشون بزنیم همه گپا قطعی مقصد 4-5 ساعت منش کردن همونجا. همه کودک مایده داشته قطعش برده انا بسیار تهدید سختش کردن. هر بار مقصد هم فقط به خوبی مصلحت میکردن و صحبت میکردن. این بار دیگه در خیالم که دیگه نفرا بدیان تهدید سختش کردن. مثلا که انا نمرای اوچتا بته ما مثلا کشون گاب زنیم سراکش دادیان که تو بگه اگر نیاری مقصد که بسیار تهدیدی بیزه بش کردن. مثلا خونه کلیت میکنیم گفتیم دیگه این همی راستش بسیار زیق شدیم. مقامات تاجیکستان برای تاثیرگذاری بالای مخالفانشان همیشه از فشار بالای خانواده های آنها در کشور کار میگیرند. این فشارها باعث به بیماری های عصب، قلب و فشار بلند خون گشتن چند نفر از اعضای خانواده مخالفین گشته است. از جمله در نامه کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان با امبودسمن کشور که روز شنبه رسانه‌ای شد گفته می شود برادر بزرگ رئیس این کمیته بابایف سعید احمد در نتیجه فشار زیاد روانی مقامات به بیماری فشار خون و دیابت قند مبتلا شده است. قبلا چند فعال و مخالف تاجیک از جمله محمود جان فیضرحمانوف مسئول روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان، باباجان قیمزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حمیرا بختیار روزنامه‌نگار، شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و غیره گفته بودند نزدیکانشان بر اثر فشارهای مقامات امنیتی و انتظامی مبتلای بیماری شدند. چند نفر دیگر از جمله مادران فعالان سیاسی همچنین جنت الله کامل، عبدالصمد عبدالستاروف و سلیمان دولتوف بر اثر این فشارها جان خود را از دست داده بودند.